بعد از 80 سال الان مسجد داریم، اذان میشنویم، روزه میگیریم، حج میریم. ما در ناز و نعمت بودیم، ما حرف بلدیم بزنیم. 80 سال قرآن از شما گرفته شده، کعبه از شما گرفته شده، مسجد از شما گرفته شده، زیر زمین مخفیانه شما خودتون رو نگه داشتید. اگر امروز این همه علاقمند و عشق و علاقه در جوانان هست، به خاطر که پدران شما، اونهایی که 80 سالشونه، 70 سالشونه، 60 سالشونه، خدا ترسوندن. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جوانای مسلمان، جوانای عرب، در مسجد باز است، نه آتشی نه آهنی، از آن میشنوند از کنار مسجد رد میشوند. ما آمدیم که از شما درس بگیریم، از شما یاد بگیریم. تو این 2 روز شاید به اندازه 20 سال ما از شما درس گرفتیم. ما خیلی خجالت میکشیم، شرمنده شدیم که ما شما رو نصیحت بکنیم. ما با هم درد دل میکنیم.